Акай бобоҷон ашуда ҳамин чиза дар мардум мумкин дар ҳамин ҳолате 50 нафара аммо дар ҳақиқат дар ҳаққи акай бобоҷон дар ҳаққи акай бахар ҳамин дуогӯ боше саломат боши акай бахар акай бобоҷон минадор ҳамаи бахар барои худ این اون کسی اون گفتنی داشته باشه اگر قبل نمید بچه یا بچه یادم باید میکنم بسیم بسم الله الرحمن إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الله ربنا ورب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد بالأولين والآخرين والمعلى إلى يوم الدين آمين ما را از چنگال ظالمی و از چنگال بی ایمان خدا نجات بده. خبردار هر کسانی که خیر کردن خدا خیرشان را به درگاه مقبول بگرداند و نامه اعمال این ثوابشان را در کتابت در روز آخرت خیرشان را کند. او الله سبحانه و تعالی ما و تمام مؤمن‌ها و تمام تاجیک‌هایی که هستند در این مسافرت خداوند از بلاهای آسمانی و زمینی نگه دارد. آمین. ما دست بر سوی خودم می‌برداریم، دست‌های ما را برای ما خالی برنگردانیم. پروردگار اینجا نشستگان چی مراد و مقصدی دارند تا مراد و مقصدی اصلیشان برسانیم. الله سفر می‌کردگان سفرشان را بهتر کنند. پروردگار قصدارا را نجات دهد. السلام علیکم دوستان مهربان. الحمدلله که خیری مو رسید با بچه‌ای که در شهر متوازی نفر محکمه. مقصد از ویدیو ما پاکازو کنه بود یعنی که بعضی درس با بعضی پولدارها میشه عمل پولدارها خداوند هم قبیس یابتین حق حلال شما مهنت حلال شما بیزنس شما اما کم کم خیر کنی. بچه‌ای که در ایروپورت‌های ونوکا و شهر متو دامادید جای کار میکنه ان میقدرک شانس داره که میتونه بورد رو آورده خروج رو آوردن بچه‌ها وضعیت این نینا شعور روین یعنی که این کاری که رفته است تو چیکار دیپار میکنن محکم میکنن نمیمونن این فهمش ما است این کاری ما نیست. من متاسفانه عقل نمیگیره بسیار شما را هم عقلی هم پلید که مخاطب بالا میدونن اما ما هم شهروند تاجیکستان هم چه یک مسلمان هم چه تاجیک قرض شهروندی خود با اجرا کنیم در این حالت ها همون برادرها 1000 روبل 2000 روبل مقصد ما زبور نکردیم یعنی که بتونه کمک کنه کدمش مثال میگیم یک ذریعه تلفن خطیه به همین حالت ها هم چیکار کنیم از دست مو بیای یاردم کنیم تا گشنه و تشنه در اوجا نبستن. خوب خداوند مشکلی همه ما رو آسان کنه دعا کنه پروردگار مشکلی را از سر مردم تاجیک این فتنه ها را دور کنه تا بین تاجیکستان و روسیه با دوستی و برادری سخت‌تر شود که
همین مشکلات از سر مهاجران نبیان. چی گفتنیم؟ خداوند سربلند باشه، رحمت کنه برادرها. همین خیر است. بچهای صدوات یا دو اکا هستن که گفتن اون مانگی کمک کردن. پروردگار یک تونه میلیون بگردونه که سخن نشکسته بود. اینا کمک کرده، خیر شما رسید. جا که نام گفتن نام نگی، همجا نام ما را گفتیم با یک کسی حرکت کردیم از اسمو قرض شهروندی تاجیکی ما اجرا کردیم. به خدا به خاطر پکازو خانه بود، اما بگذار درد شود. بچه‌ها در شریمیت و هستن ولی هم خدمت تو بتونی خراک بتی بعد آمدین مخم میشن. نمیدونم یک حیث ایسو بوجت من این صورت نمیفهمم. یک نقطه بس است اگر شعور است. هر شب از خودت بپرس اگر تو مردی امروز چه خدمتی به مردم کردی. مردی نبود فیتاده را پای زدن، گردست فیتاده بگیری مردی. اگر ما کنکواکی نکنیم، پس زنی ملت خود نکنیم، فلان اتوی چپق قور بالو نکنیم، همچنین کمک میکنیم. الله نگهبان مردم مسلمان، مردم تاجیکستان هم دوست میدارم. خدا نگهدار. السلام علیکم.